تصویری میگیرم از این زندگیم تا الان بدانند ما کردها شعار نمیدهیم بلکه جان میدهیم تا بسازیم دنیای من را. پسر بچه را دیدم با صدای گرفتهش گریه میکرد و پدرش را صدا میزد و مادرش میگفت کاش به پدرم کاپشن اضافه میدادی تا شاید زیر برف و کلاک مرز دوام میآورد و تسلیم نمیشد. کاش مرز نشین بودیم تا قاچاق فروش صدایمان نمیکردند. کاش ثروتمند بودیم تا آقا صدایمان میکردند. و ای کاش در امکانات و تجهیزات رفاهی به سر میبردیم تا ما هم به کیف و کفش پوشاک و پولهای بارمان تهمت قاچاق میزدیم. مسئولین محترم آقازاده عزیز، قدر اون ناز و نعمت و زندگی لاکچری که برای خودتان درست کرده ای را بدانید. خدا جای حق نشسته ولی ما کجا و شما کجا؟ امیدوارم این چرخ و فلک گردون روزی هم به کام ما بچرخد.